بازی. آقای چراغی سلام، صبح شما بخیر. با سلام به شما و بینندگان محترم و عرض صبح بخیر خدمتتون هستم. آقای چراغی، در برخی از خبرها داشتیم که احتمال آتش بس مطرح هستش و قراره که امروز هیئتی از حماس به مصر سفر کنه. درباره این موضوع برای ما بفرمایید و اینکه اساساً تا چه اندازه رسیدن به آتش بس امکان پذیر هست در این شرایط. خب بله، امروز قرار است طبق اون چی که در خبرها و گزارش‌ها بود هیئتی از حماس به مصر سفر کنه. ضمن اینکه هیئتی از جهاد اسلامی هم در مصر به سر میبره. درباره آتش بس گفتگو بشه در خصوص پیشنهاد مصر و قطر. حماس همانطوری که اسامه همدان از رهبران حماس این جنبش دیشب تأکید میکنه که آتش فقط در صورتی میتواند درباره موضوع تبادل اسرا صحبت کنه که آتش بس شامل و همه جانبه و دائم برگزار بشه و رژیم صهیونیستی دست از همه کشی خود برداره. همچنین امروز شایان اشاره است که یعنی در واقع هفته آینده آقای بلینکن برای 5مین بار به رژیم صهیونیستی سفر کنه و 4مین بار برای منطقه. این تحولات در حالی صورت میگیره که همچنین قراره که طی هفته آینده وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی کنار گذاشته بشه و به جای او آقای اسرائیل کاتس در واقع این سمت رو بر عهده بگیره. آقای چراغی، عذرخواهی میکنم، شما به برکناری الی کوهن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اشاره کردید. شب گذشته هم نشست کابینه رژیم صهیونیستی برگزار شده. اختلافات بسیار زیاد بوده، به خصوص راجع به آینده رژیم صهیونیستی پس از جنگ که نتانیاهو هم در این باره اظهار نظری نکردن. درباره این موضوع برای ما بفرمایید. بله، موضوع دوره پسا جنگ یکی از موضوعات مهمی که قرار بود به شمار میره و قرار بود شب گذشته برای اولین بار این موضوع در یک جلسه رسمی مورد بررسی قرار بگیره. قرار بود ستاد جنگ یا همان کابینه جنگ شب گذشته در این باره تشکیل جلسه بده، اما آقای بنگویر وزیر تندروی فاشیست وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این باره موضع گیری کرد و از همان موضعی که به علت اختلافی که با یکدیگه دارن، به ویژه تندروها با لیبرال ها، اعلام کرد که در جلسه این موضوع نباید در جلسه ای مطرح بشه که بنی گانتس در آن حضور داره و به همین علت آخر شب بود که اعلام شد که نتانیاهو این موضوع رو لغو کرده و قرار نیست در واقع ستاد جنگ یا همان کابینه جنگ این موضوع بررسی بشه. بنابراین همه این شرایط، همه این تحولات و همچنین که موضوعی که اشاره کردم، سفر آقای بلینکن به فلسطین اشغالی و منطقه که قرار است از برخی از کشورهای منطقه هم دیدن کنه، همه اینا دال بر وجود اختلاف بین رژیم صهیونیستی است. به ویژه این که قرار آقای کوهن کنار گذاشته بشه و آقای اسرائیل کاتس وزیر نیرو جایگزین اون بشه، که البته این موضوع بر اساس توافقهای قبلی صورت میگیره. اما موضوع حائز اهمیت اینه که این تبادل، این در واقع کنارگیری، این کنار گذاشتن این وزیر صهیونیست در اوج جنگ صورت میگیره و در شرایط غیر عادی صورت میگیره. در همین حال قراره که از روز فردا دوباره تظاهرات و شروع بشه در رژیم صهیونیستی. به همین علت اگر ما همه مؤلفه ها رو بررسی کنیم، در کنار این جنگی که رژیم صهیونیستی در اون دستاوردی نداشته است، دستاوردی که بتواند افکار عمومی داخلی خود رو با آن متقاعد کنه نداشته است، اختلاف های داخلی، موضوع بحران داخلی در واقع رژیم صهیونیستی رو تشدید کرد. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنم.
بله، خبر بعدی که امروز در میز بین‌الملل